سلام، وقت همگی بخیر. من یه توضیح کوتاهی بدم راجع به مسیری که توی آیلتس طی کردم. من اینو بگم که من بیس خوبی داشتم از جهت زبان، یعنی از اول اینجوری بود که کامل متوجه می‌شدم، فیلم‌ها رو می‌دیدم و اینا، ولی با آیلتس آشنایی نداشتم، با فرمت سوالات آیلتس. و وقتی که شروع کردم به زدن ریدینگ‌ها و لیسنینگ‌ها، وقتی با وجود اینکه بیس خوبی داشتم خیلی برام سخت بود، یعنی لیسنینگ‌ها رو اصلا متوجه نمی‌شدم که چی میگن. ولی اینو بگم که خیلی اون ویدیوهایی که برای ریدینگ آقای استاد قربانی داشتن خیلی بهم کمک کرد. یعنی مثلا چند تا کتاب اولو در حد 3-4 تا رو کاملا ویدیوهاشو دیدم. بعد وقتی که ویدیوها رو دیدم این نکته خیلی بهم کمک کرد که من کلمه‌هایی که بلد نبودم و هم می‌نوشتم برای خودم جدا، اونایی که خودم بلد نبودم. البته بعدش دیدم اگه با فلش کارت پیش می‌رفتم خیلی راحت‌تر بود. یعنی اینکه توی فلش کارت اونایی که بلدین رو کلا بزنید تو مرحله آخر و با اونو پیش برید. بعد چند تا ریدینگ متوجه میشین که کلمه‌ها تکراریه. این خیلی برای من جالب بود که دیدم اولش به نظرم خیلی کلمه‌ها سخت بود. با خودم میگفتم اینا اصلا به چه درد می‌خوره این کلمه‌ها رو یاد بگیرم. ولی بعدش دیدم چقدر تکرار میشن اون کلمه‌ها. یعنی اینجوری نیستش که شما تا آخر مجبور بشین وقتی شروع می‌کنید کتاب 13 تا 19 رو بخونید. اینجوری نیستش که همه ریدینگ‌ها سختیش برای شما مثل همون اولی باشه. سخت‌ترین ریدینگ‌ها برای یاد گرفتن همونیه که اون اول شروع می‌کنید و کلمه‌ها رو وقتی شروع می‌کنید به یاد گرفتن کم کم خیلی آسون میشه، یعنی تکرار میشه خیلی از کلمه‌ها. علاوه بر اینکه فهممون از درک مسئله آدم بهتر میشه وقتی کلمه بیشتر بخونی و بیشتر این مدل سوالا رو کار کنی. بعد یه نکته که خیلی برای من، حالا طولانی هم میشه، یه نکته که خیلی برای من کمک کرد توی مسیر آیلتس این بودش که به حرف استاد گوش کردم که واقعا از آیلتس برای خودتون بوش نسازین. یعنی من با خودم گفتم که مثلا مگه چقدر میخواد نمره من افزایش پیدا کنه؟ من اگه میخوام برم 7 بشم، با توجه به اینکه بیسم خوب بود، گفتم که اگه قرار باشه 7 بشم، خب توی همه اسکیلا خوبه برام، کافیه، برای چی الکی خودمو بکشم خیلی نمره بهتری بگیرم. اینم بگم که واقعا خیلی محتوای کانال ها خیلی خوبه برای نمره آوردن. یعنی اگه کسی بخواد نمرهشو افزایش بده، اگه با این کانالای لیسنینگ و ریدینگ و این 4 تا مهارت رو با کانالا بخواد پیش بره، واقعا میتونه پیشرفت قابل توجهی داشته باشه، چون که دیگه همه چیز عین لوحه آماده است. یعنی فقط استاد نیومده بهش ما درس بخونه. چیزی که من اعتقاد دارم اینه که خیلی ویدیوها و محتوایی که توی کانالا هست کمک کننده است و شما از این زیاد بودنش نترسین. وقتی از اول شروع می‌کنین به پیشرفتن، دیگه یه چیزایش براتون آسون میشه وقتی که جلو میریم. حالا من خودم برای ریدینگ که بهتون گفتم، برای ریدینگ مهمترین کار این بود که گرفتم کلمه‌هایی که بلد نبودم و یاد گرفتم. وقتی کلمه‌ها رو یاد میگیرین از یه جایی به بعد دیگه تکراری میشه. بعد این خیلی کمک کرد برای لیسنینگ. فقط تست زدن، هرچی بیشتر تست زدم دیدم که نمره‌ام بهتر میشه. بعد یه سری دیگه از یه جایی به بعدم دیگه بعضی‌ها رو اشتباه میزنین دیگه، ویدیو قطعی و نمیدونم، بعضی موقع ساختار سوالات به قول استاد یه جوریه که نمیشه اصلا زد. بنابراین هرچی تست بزنین نمره‌تون بیشتر میشه. من خودم اون اوایل خیلی برام سخت بود و یعنی مثلا خیلیاشو متوجه نمی‌شدم. بعد که فهمیدم مثلا فرمت سوالات چجوریه، دیگه فهمیدم باید دنبال چی باشم، چیا رو گوش بدم. خیلی پیشرفت می‌کنی. اگه اون اوایلم چون خیلی برام سخت بود، از روی برای لیسنینگ‌ها اون آدیو اسکریپتاش چیزایی که متن لیسنینگ‌ها رو گوش می‌دادم. و یه نکته‌ای هم که هست اینه که اون کسایی که لیسنینگ‌ها رو می‌خونن و سر امتحان واقعی لیسنینگ‌ها رو میگن، کسایی هم که صداهاشون فرق نمی‌کنه با سوال کمبریج. بنابراین اگه اول با صدای اون شخص آشنایی ندارین، با لهجه‌اش آشنایی ندارین، هرچی بیشتر گوش بدین دیگه صحبت کردن اون آدم براتون آشنا میشه، دیگه دستتون میاد. سر امتحان خود آیلتس هم اون کسایی که صحبت می‌کردن لهجه‌شون رو، اصلا اون صدای همینایی بود که توی کتاب کمبریج کار می‌کنن. من همه رو با اون سایت آیلتس سیمولیشن کار کردم، لیسنینگ‌ها و رایتینگ‌ها رو، و بعضی‌ها هم 2 بار زدم حتی. برای رایتینگ هرچی بیشتر توی کانال محتوایی که توی کانال نوشته رو تمرین کنین، رایتینگتون بهتر میشه. من خودم بیشتر فقط همون محتوای کانال رو کار کردم، یعنی یه دونه رایتینگ رو از داخل کتاب میدیدم که فیلمش هست توی کانال، میرفتم خودم مینوشتم، بعدش میدادم به چت جی پی تی که بهم نمره بده. نمره‌هایی که چت جی پی تی میدادم اکثرا 6 تا 6.5 بود. خودم توی چت جی پی تی هیچ وقت 7 نگرفته بودم. بعد تمرکزم بیشتر این بود که گرامرم اشتباه نداشته باشه و املا اشتباه نداشته باشه. یعنی من خیلی روی این که مثلا قلم به سلومس حرف بزنیم و اینا اصلا تمرکز نکردم، فقط اینکه گرامر و املا اشتباه نداشته باشه. بعد هر دفعه میگفتم به چت جی پی تی که اشتباهات گرامری و املایی رو برام لیست کن. بعد همونا رو کم کم دیگه دستم میومد که مثلا من یه چیزایی رو معمولا اشتباه می‌نویسم، دیگه از اونجا بعد اون اشتباهات رو تکرار نمی‌کردم. بعدش هم که دیگه خودم می‌نوشتم، اشتباهاتم در می‌آوردم، اون فیلمایی که استاد گذاشته بودن رو تمرین می‌کردم که خیلی بهم کمک می‌کرد. یعنی حتی موقعی که مثلا در حال درس خوندن نبودم، این ویدیوها رو می‌ذاشتم، یا ویدیوها رو می‌ذاشتم کنار، مثلا موقع رانندگی یا آشپزی کردن این ویدیوها رو می‌ذاشتم تو هندزفری داخل گوشم. بعد به خودش پلی می‌شد، خود به خود یه چیزای ذهنی برای آدم، یه عبارت‌هایی خیلی تکرار میشه. مثلا من دیگه انتخاب کرده بودم که می‌خوام بگم دیس فیگر ایلاستریتس، دیگه نمی‌خواستم چیز دیگه‌ای بگم. خیلی اینا کمک می‌کنه، سرعتتون بیشتر میشه. یعنی تکنیکایی که توی کانال هست اگه رعایت کنین، خیلی نمره 6 به بالا رو حتما میشه آدم. در مورد رایتینگ فراموش کردم بگم که یک کتابی توی کانال بود که دقیقاً سوالای رایتینگ بعضی از کسایی که تو گروه ما بودن همون سوالا بود و مثل اون اومده بود. من روزهای آخر اون کتابم گرفتم، برای ایده گرفتن خوندم. بعد برای استیکینگ هم یک کتابی بود که استاد معرفی کردن، کتاب ماکار، همه سوالای من توی اون بود. حالا خودم یه ذره دستپاچه شدم و یعنی میتونستم حتی نمره بهتری از استیکینگ بگیرم. یعنی همون کتابو اگه بخونین و با خودتون تمرین کنین، مخصوصا روزهای قبل امتحان، خیلی میتونید بهتر از من حتی استیکینگو جواب بدید. همین دیگه. بعد اینکه همینا، یعنی مثلا من چون بیسم خوب بود تونستم تو مدت کمتری این نمره رو بگیرم. اگه کسی مثلا بیسش کمتر باشه، شاید مثلا توی 1 سال دیگه میتونه اگه با ویدیوها و فرمت کانال پیش بره، قطعا میتونه همین نمره رو بگیره. به خاطر اینکه کاملا آیلتس امتحان تکراریه، خیلی سوالش مثل همه، ایده‌هاش مثل همه و با همون کانال اگه پیش برین از اول هر 4 تا مهارت رو خیلی مخصوصا لیسنینگ و ریدینگ که خیلی راحت میشه نمره بالا گرفت. باز اون دو تا دیگه بیشتر به تمرین و مثلا حتی خلاقیت فردی برمیگرده، ولی اون دو تا رو واقعا میشه که نمره گرفت. برای نمره بالا خیلی میشه روش حساب کرد. به نظر من کاملا همین محتویات کانال خیلی کامل آماده میکنه آدمو برای امتحان و این یه لقمه جدید شده است. من دیگه چیز به ذهنم میرسه. موفق